چند بار براتون اتفاق افتاده که یه تصمیم خیلی مهم تو زندگیتون گرفتین ولی بعدش منتظر تایید و همراهی بقیه شدید؟ چند بار منتظر نشستی تا یکی بیاد و شما رو به آرزوهاتون برسونه؟ چند بار حرکت رو به جلوی خودتون رو در گروه همراه شدن بقیه دیدید؟ تا حالا واسهتون اتفاق افتاده که پای وعده های افراد دیگه نشسته باشید که مثلا بهتون قول دادن که کمکتون کنن و هیچ وقت این اتفاق نیفتاده؟ انتظار، منتظر بودن، از دیگران متوقع بودن، اینها قاتل رویاها و اهدافمون هستن. انتظار یعنی تو تمام آینده تو دستای کسی میذاری که آینده خودش قطعا براش مهمتر از آینده توه. انتظار همیشه باعث میشه که شما هیچ نیازی به پیشرفت در خودتون حس نکنید، چون با خودتون فکر میکنید که کسی که قراره کمکتون کنه تمام شرایط مورد نیاز رو داره. انتظار یکی از بزرگترین ضربه ها رو به بشریت زده. خیلی ضربه بزرگی زده و خیلی هم طولانی بوده این قضیه، یعنی قدمتش شاید به صدها سال برمیگرده. شاید این انتظار از دوران خیلی کودکی، از دوران خردسالی تو ضمیر ناخودآگاه ما ثبت شد. از همون زمانی که یه کودک خردسال بودیم همیشه منتظر بودیم پدرمون به جای خودمون از حقمون دفاع کنه. منتظر موندیم مادرمون لباسهای مدرسه رو تنمون کنه. نگران درس و مشق فردا نبودیم، چون انتظار داشتیم خواهر یا برادر بزرگترمون تکالیفمون رو انجام بده. موقع امتحانا به جای درس خوندن دعا می‌کردیم که نفر بغل دستیمون درسش رو خیلی خوب خونده باشه که بتونیم با نگاه کردن به برگه اون بتونیم نمره خوبی بگیریم. یا وقتی یه کاری رو به صورت شراکتی با کسی انجام میدیم انتظار داریم طرف مقابل بیشترین کار رو انجام بده. یا حتی تو زندگی مشترک بیشترین انتظار رو از شریک زندگیمون داریم. انتظار در تمام سطوح زندگیمون رخنه کرده و باعث عقب افتادگیمون شده. انتظار از دیگران اگه برآورده نشه دقیقاً مثل یک سم عمل میکنه و تو رو نسبت به همه آدمای اطرافت بدبین میکنه. همه افرادی که بهت نزدیکن بدبینت میکنن و اگه برآورده بشه به یه عادت خطرناک تبدیل میشه. کم کم حتی میتونه به تنبلی تبدیل بشه. بذارید یه مثال بزنم. ببینید من خودم مثلا انجام دادن یه پروژه نیاز به یه مقاله تخصصی داشتم که ترجمه بشه. به همین خاطر به چند تا از دوستام گفتم که ازشون خواستم که این مقاله رو برام پیدا کنن و ترجمه کنن. بعد چند روزی گذشت دیدم که خبری ازشون نشد. بعد گفتم که خب احتمالاً فراموش کردم، بذار یک بار دیگه ازشون بخوام. یک بار دیگه ازشون خواستم، باز یک هفته صبر کردم و دیدم که باز خبری نشد. هنوز درس رو یاد نگرفته بودم و گفتم که خب احتمالاً یه کاری براشون پیش اومده. من برای بار سوم خواستم و تکرار کردم و ازشون خواستم که مقاله مورد نظر من پیدا کنن و برام ترجمه کنن. و این بار بعد گذشت یک هفته این بار به این نتیجه رسیدم که من و مقالم در اولویت اون دوستام نبودیم، چون هر کی تو زندگی اولویت‌های خودشو داره و من اگه باز هم بخوام منتظر بمونم که اونها مقاله مورد نیاز منو پیدا کنن و برای من ترجمه کنن شاید بعد ماه‌ها یا شاید هم سال‌ها منتظر بشینم. خب من با این انتظارم در واقع دو چیز رو از دست داده بودم. اول اعتماد و علاقم به دوستان، چون انتظار منو برآورده نکرده بودن که البته بعدها با پی بردن به قانون انتظارات تونستم مرز بین انتظار و اعتماد رو بشناسم. دوم زمان. من زمانم از دست داده بودم، زمان خیلی زیادی از دست داده بودم به این امید که دوستام کار منو انجام بدن و در عوض یه درس خیلی بزرگم یاد گرفتم. هیچ کس کار ما رو تو زمان مورد نظر ما و به روش مورد احتیاج ما انجام نمیده به غیر یه نفر و اون یه نفر فقط خودمونیم. خب شبیه این داستان چند بار براتون اتفاق افتاده، حالا تو موضوعهای مختلف.
سناریوی تلخ انتظار تا الان چند بار براتون اتفاق افتاده؟ چند سال از عمرتون رو تو انتظار اینکه دیگران کار شما رو به ثمر برسونن تا الان تلف کردید؟ حالا جالب اینجاست، بدترین قسمت انتظار میدونید چیه؟ اینکه اصلا مشخص نیست تا کی قرار ادامه پیدا کنه. اصلا نمیدونی قرار یه هفته ادامه پیدا کنه، 1 ماه، 6 ماه، 2 ساله، 5 ساله. دقیقا پایانش مشخص نیست. در نتیجه اصلا نمیتونی زمان مشخصی برای رسیدن به خواست رو تعیین بکنی، چون خواست دست کسای دیگه است، اونا باید بیان برات برآورده کنن. این یعنی یه تلخی بی پایان. و تا وقتی به این نتیجه نرسید که فقط خودتونید و خودتون، مثل این میمونه که کلید آرزوهاتون رو بذارید تو جیب یکی دیگه، برید دست یکی دیگه. اما اگه شما تو مسیرتون واقعا استوار حرکت کنید، قدم بردارید، منتظر هیچ کسی نباشید، مطمئن باشید اینو که کائنات هم بهتون کمک میکنن و آدم‌ها و ابزارهای مورد نیاز رو سر راهتون قرار میدن. حالا این به این معنی نیست که ما همه کارامون رو باید خودمون فقط و فقط خودمون تنهایی انجام بدیم، دیگه با هیچ کسی کاری نداشته باشیم. ببینید اگر شما تو مسیرت واقعا صحیح قرار بگیرید، ابزارها خودشون میان سمت شما تبدیل به یک آهنربای قوی میشید. من خودم انقدر رفتم دنبال این پروژه، اون مقاله‌ای که مورد نیازم بود، که خیلی جالبه. یکی از دوستانم که اصلا انتظارشو نداشتم همزمان داشت روی همچین مقاله‌ای کار میکرد و من خیلی اتفاقی این دوستم رو دیدم و ازش سوال پرسیدم و این مقاله رو ازش گرفتم، این مقاله رو به من داد، چون من حرکت کرده بودم به سمتش، منتظر کس دیگه ای ننشسته بودم و این مقاله خیلی جامع هم تونستم از این دوستم بگیرم. فقط اینم نباید فراموش کنیم که نقش اول زندگی ما فقط خودمونیم. پس نمیشه انتظار داشته باشیم سناریویی که برای خودمون نوشتیم و یکی دیگه بیاد بازی کنه، چون اون هم قطعا نقش اول زندگی خودشه. یکی دیگه از رموزی که افراد موفق همیشه داشتن و تونستن در زمینه‌ای که دارن حرکت میکنن به موفقیت برسن، این بوده که بیشتر از بقیه از خودشون انتظار داشتن، از خودشون متوقع بودن. همین باعث شده که کائنات هم بهشون کمک بکنه، ابزارها، چیزهایی که مورد نیازشونه، آدمهای مورد احتیاجشون کم کم به سمتشون جذب بشن. خب برنامه‌ای که واسه این قسمت داریم اینه که ازتون میخوام 2-3 مورد از انتظارهای بیهوده‌ای که تا الان توی زندگیتون داشتید و هیچ وقت هم به ثمر ننشسته رو برای خودتون یادداشت بکنید، بشینید واقعا دلیلاشو بیارید که چرا واقعا منتظر بودید. حالا منتظر یک اتفاق یا منتظر یک آدمی که بخواد بیاد بهتون کمک بکنه، آدمی که بهتون قول داده، و چه درسی گرفتید از این انتظارتون و الان میخواید چی کار کنید. یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، اینی که حتما این چیزایی که ما آخر فایل‌های صوتی بهتون میگیم رو انجام بدید، چون واقعا کار عملی که ازتون خواسته میشه باعث میشه که پیشرفت بکنید. من اینها رو برای این ازتون میخوام که در مسیر قرار بگیرید، در صرفا شنونده نباشید، چون اگر قرار به خوندن و شنیدن باشه، ما هممون چیزهای زیادی خوندیم، چیزهای زیادی شنیدیم، با آدمهای زیادی حرف زدیم و هم یه چیزو دارن میگن، ولی قرار به عمل کردنه. ما میخوایم عمل کنیم، میخوایم شروع کنیم. ممنونم که به زینیز 23 گوش کردید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.